دوست من سلام، من نیما جهانفر هستم، تامینکار تخصصی انواع پکیج و بردهای الکترونیک. توی این پست می‌خوایم با هم یه تخته تست برد پکیج بزنیم. تخته‌های تست برد لوازم خانگی میتونه حالا لباسشویی باشه، میتونه پکیج باشه، میتونه ظرفشویی، ماشین ظرفشویی باشه، میتونه همه این لوازم تخته تست برد داشته باشه. اما حالا بستگی داره به اون تعمیرکار برد که چه لوازمی رو تعمیر میکنه و از چه نوع تخته تستی استفاده کنه، چون این تخته تست ها به صورت دستی ساخته میشن و بستگی به سلیقه اون طرف هم داره. مثلا ممکنه یه نفر مثلا تخته درست نکنه، ممکنه یه نفر یه باکسی درست کنه، ممکنه یه نفر مثلا تابلوی تست درست کنه و روش‌های مختلف. توی این ویدیو میخوام تخته تست خودم بهتون نشون بدم، در رابطه‌اش توضیح بدم و در آخر همون رو خراب کنیم و یه تخته تست جدید با هم دیگه بسازیم. بریم با هم تخته تست رو ببینیم و در رابطه‌اش توضیح بدم براتون. ممکنه یه نفری تعمیرکار برد لباسشویی باشه، یکی تعمیرکار برد ماشین ظرفشویی باشه و غیره. و جای این لامپ ها قطعه داشته باشه یا اصلا همین لامپ باشه ولی بیشتر باشه کمتر باشه، اصلا شکل این تخته کلا فرق کنه یا اصلا تخته‌ای در کار نباشه، روی میز چیده شده باشه و اشکال مختلف، چون این یه چیز سلیقه‌ای و دستساز. و میخوام توی این ویدیو من حالا این تخته تست خودم که مال برد پکیج هست و هنگام تعمیر برد از این استفاده میکنم رو کلا خراب کنم و یه تخته تست جدید با قابلیت‌های جدید بسازم که شما هم با من همراه هستین در ساخت این تخته تست جدید. حالا دلیلی که میخوام این تخته تست رو من الان متلاشیش کنم و یه تخته جدید بسازم و دلیل اینکه اصلا چرا میخوام خرابش کنم رو میخوام بگم. موردی که من میخوام به خاطرش تخته رو خراب کنم اون ایراداتی هست که الان این تخته داره. اصلا من به این نتیجه رسیدم که تخته تست اشتباهه، باید یه حالت تابلو مانند باشه یا یه حالت باکس مانند و میخوام توی این ویدیو حالت باکسش کنم این تخته تست برد. اصلا من چرا بخوام از تخته تست استفاده میکنم؟ اصلا چرا همکارم از تخته تست استفاده میکنم؟ دلیلی که از تخته تست استفاده میشه به خاطر این موضوعه که مثلا ما نمیتونیم برای برد هر دستگاهی بیایم یک دستگاه همون مدلی رو خریداری کنیم یا دست دومش رو تهیه کنیم و بخوایم اونجوری تست کنیم بردا رو. مثلا من بیام برای برد اپتیما یه پکیج اپتیما، برای ونیزو یه پکیج ونیزو، برای ایناناتور یه پکیج ایناناتور، هم هزینه خیلی زیاد داره، هم جا میخواد و کم جاش شده بعضی که معقولانه نیست. بنابراین حالا من و همکاران میام یا از قطعات دستگاه استفاده میکنیم چون همشون پمپ داره، همشون شیربرقی داره، معمولا شیربرقی‌هاشون هم 220 ولت، غیر از حالا بعضی مدل ها که حالا ایتالیاییه و ممکنه از نظر ولتاژ فرق بکنه و اکثر بردها از نظر ولتاژ خروجی یکی هم، فقط از نظر نوع سیمکشی و نوع قطعاتشون فرق میکنه. ممکنه توی پکیج ما به جای پرچر آب ترانسدیوسر فشار داشته باشیم، ممکنه توی پکیج ما به جای پرشر آب NTC داشته باشیم. تو آریستون به این صورت پرشر آب نداره آریستون و به جای پرشر آب از NTC استفاده کرده. بنابراین ساختار یه جور هست، نوع قطعات فرق میکنه فقط و میتونه از قطعات استفاده کنه. اما من اومدم حالا چون هزینه‌ام خیلی کمتر بشه به جای قطعات از لامپ های LED 3 وات استفاده کردم، 3 وات 220 ولت، چون برای من موضوع نورش زیاد قابل اهمیت نبود، فقط می‌خواستم یه سیگنالی به من بده و من متوجه شدم که آیا این فن الان راه افتاده یا نه، آیا این شیرگاه، آیا این پمپ این قطعه الان روشن شده یا نه، که این کار منو راه انداخت و از لامپ استفاده کردم. یعنی کلیدی هستش که به وسیله‌اش فلوسویچ رو فعال می‌کنم، کلیدی که به وسیله‌اش پرشر رو فعال می‌کنم اینجا هستش
و اینها رو همه روی تخته جدید میاد و خیلی بهینه‌تر اجرا میشه. موردی که هستش توی این تخته یکی اینه که فقط سیم‌های ایران رادیاتور و بوتان هستش. بوتان هم نه همین مدل‌هاش، اپتیما ونزیا، ولی این رادیاتور که حالا به ال و ام و اکو و همه اینا چون سیم کشیشی یکیه میخوره، مشکلی نداره. اما مدل‌های بوتان سیم کشی‌هاش درخت سیماش فرق میکنه و من درخت سیم اونها رو ندارم. و موردی که هستش ترمینال رزروی هم نداشتم تا درخت سیم رو بعدها وصل کنم و میخوام توی بورد جدید، طرف بورد جدید این کار رو انجام بدم و تمام سیم های مورد نیازی که برای اون دستگاه لازمه یا تهیه کنم یا حداقل ترمینال رزروشون رو بذارم. و این اولین ایرادی هست که داره و میخوام رفع کنم. دومین ایراد این قسمته. توجه کنید تستر 110 ولت، این لامپ اسمش لامپ تست یا تستر 110 ولت برای تعمیرکاران لوازم خونگی یک وسیله واجب هستش و بهتره حتما داشته باشن. کارش چیه؟ حالا کارشو که میگم به چه صورته، اما این لامپ اجازه نمیده که به مدار آسیب برسه. زمانی که حالا مدار دارای اتصال کوتاه دارای یک اتصالی هستش، نمیذاره اگر که حالا اون خطایی که بورد وجود داره به بورد آسیب برسه، به این فیوز آسیب برسه، به سیمکشی اون ساختمونی که داخلش داره تعمیرات انجام میشه آسیب برسه و به طور کلی خیلی کارایی داره. اما موردی که هستش برای این لامپ تست باید یه دکمه قرار داده میشد بین سیم حالا فازونونی که اومده تو این لامپ تا زمانی که مثلا ما ممکنه روی مدار این لامپ روشن شه. این لامپ هرچی روشناییش بیشتر باشه یعنی مدار دارای خطا بیشتری است، دارای اتصالی بیشتری است. ولی روی بعضی از دستگاه ها که آمپر زیادی میکشن باعث روشن شدن زیاد این لامپ میشه. خب این لامپ نیم آمپر و این نیم آمپر ممکنه یه دستگاه نیم آمپر جریان میکشه. خب این لامپ پرنور میشه. بنابراین بهتره یک کلید باشه تا زمانی که اون تعمیرکار شک میکنه اون کلید رو بزنه و نور اتصال، حالت اتصال کوتاه رو نسبت به نوری که اون دستگاه داره میده در واقع مقایسه کنه. مثلا ممکنه این نور خیلی پر نور باشه، من نمیتونم تشخیص بدم که آیا این دستگاه سالمه، این لامپ پر نوره و اون آمپری که داره اون میکشه باعث روشن شدن این لامپ شده، یا اینکه این دستگاه خرابه. بنابراین اون کلید رو من میزنم صورت دستی اتصال کوتاه ایجاد میکنه و این لامپ اگر که جا داشته باشه روشن‌تر شه روشن‌تر میشه و من میفهمم پس اون آمپری که اون دستگاه داره میکشه این لامپ برای اونه که پر نور شده و اتصال کوتاه تو مدار نداره و این لامپ فاقد اون دکمه است. این دکمه باید قرار داده بشه. مشکل بعدی این سه راهی لامپ قرار گرفته. لوازمی که برای تست به لامپ تست وصل میشه باید یکی باشه، اینش دو تا لوازم رو به یه لامپ وصله و اصلا به درستی نشون نمیده ایرادو. پس یه سه راهی اشتباهه برای این کار و همون یه پریز واحد هم کار رو راه میده. نکته بعدی این که فقط من اینجا لامپ گذاشتم برای قطعات 220 ولت فن و شیر گاز و پمپ. خب ممکنه دستگاه دو مبدل باشه و شیر موتوری داشته باشه. خب بورد که شیر موتوری داره رو طرف بگه آقا این بورد شیر موتوریش کار نمیکنه، من چجوری تست کنم؟ پس این هم یه ایراد بعدی. توی این بورد ما باید از میلیون استفاده میکنیم ولی میلیون استفاده نشد چون مثلا ما شعله‌ای نداریم، یعنی تا مرحله جرقه زن فقط میتونیم تست بکنیم. خب ممکنه یه بوردی تخفیف شعله نده، پس این هم خطای بعدی. و همه اینها رو قراره توی ادامه ویدیو رو در تخفیف جدیدمون اجرا کنیم. توی این قسمت یه پریز معمولیه که حالا مثلا از لامپ تست کات نشده. خوبیه حالا یه لوازمی که می‌خوایم برای کار به این
پریز بس کنیم رو بس میکنیم. و این توضیح کلی این مدار بود. نحوه کارکردش هم که کاملا مشخصه. حالا من رو تخت تست جدید کامل نحوه کارکرد رو توضیح میدم. حالا اینجا چرا به جای لامپ فنری یا این تنگستانی ها اومدیم از لامپ LED استفاده کردم. من از همین لامپ استفاده کردم، ولی دستگاه هم برد اپتیما بود، ارور میداد. برد سالم بود، مطمئن بودم، ولی ارور میداد. برد نو ارور میداد. خب من اینجا متوجه شدم که برد اپتیما وقتی که این لامپ رو وصل میکنم چون مقاومت پایینی داره، چون این لامپ مداری نداره، باز اومده داخلش از اون ور، یعنی حتی الیمنت، و چون مداری نداره مقاومت به شدت پایینی هم داره، برد به خطا میافتاد، انگار سیستم رو جامپ شده تشخیص میداد و چراغ قرمز ثابت میشد. بنابراین از LED ها استفاده کردم و مشکلم رفت. این دلیلیه که از لامپ LED استفاده شده به جای این لامپ ها. و فکر نکنم دیگه مورد دیگه ای باشه که توضیح بدم. این هم که تراس جرق بزن اپتیما و ونزیا هستش، چون ترانسشون رو برد نیست، دلیل سریال جدیدشون رو برد قرار گرفته و به خاطر برای تست اون دستگاه ها لازم همین ترانس استفاده بشه. خب اینم از توضیحات تخته تست. نحوه کارکرد و عملکردش هم به این صورته که برق از این قسمت وارد مدار میشه، سیم فاز 0 یکیش وارد لامپ میشه و به صورت سری از لامپ عبور میکنه و فاز 0 بعد خروجی از لامپ وارد این سراحی میشه و همین سیستم ساده برای تست. و بعد از اینکه وارد این سراحی شد به وسیله این دو شاخه وارد سوکت برق برد میشه که حالا اگه بوتان اپتیما ونزیا باشه از این سوکت استفاده میشه، اگر هم ایران رادیاتور باشه از این. و هر دوتاشون برقدار میشن، ولی حالا اینو استفاده نمی‌کنیم، اینو استفاده می‌کنیم یا برعکس، بستگی داره دستگاهمون چی باشه دیگه. و بعد از اینکه این سویکت وصل شد دیگه سایر عملکرد هم طبق اون چیزی که روی دستگاه پکیج رایج هست انجام میشه. خب اینم از توضیح عملکرد این تخته تست. میریم که یک تخته جدید طراحی کنیم و بسازیم. با ادامه این ویدیو همراه من باش.
خب بالاخره مدارمون تکمیل شد و ما بردمون رو وصل کردیم. این دستگاه یه پکیج کامله. به چه صورت؟ حالا کارایی پکیج رو نداره، ولی برای تست برد ما اومدیم یه پکیج واقعی رو شبیه سازی کردیم. این لامپ که حالا لامپ تست مداره، کارش اینه که از آسیب دیدن بیشتر مدار و فیوز خونه یا جایی که دارید کار انجام میدین جلوگیری میکنه. با مدار برق ورودی به این برد موازی قرار گرفته و زمانی که اتصال کوتاه ایجاد میشه مدار این لامپ روی برد بسته میشه. این کلید در واقع به همین لامپ بسته که الان من این کلید رو بزنم این لامپ روشن میشه. کار این کلید چیه؟ این کلید میاد مثلا روی یک سری دستگاه میبینید که این لامپ روشن میمونه. خب روشن شدن این لامپ خودش یعنی خطایی وجود داره، ولی ممکنه گهگاهی آمپر اون لوازم اون دستگاه بالا باشه، به حدی آمپرش بالا باشه که باعث روشن شدن این لامپ بشه و ما رو به خطا بندازه. بنابراین ما میایم اون لحظه این کلید رو میزنیم تا نور حالت اتصال کوتاه رو با نوری که اون حالت داره بررسی کنیم و اگر که نور هیچ فرقی نکنه یعنی یه اتصال کوتاه واقعی تو مدار هستش، ولی اگر که این کلید رو ما زدیم نور تغییر کرد و نور بیشتر شد یعنی اون آمپر طبیعی اون دستگاه. این کلید کارش اینه. خب این کلید پرشر فن دستگاه است، این کلید فلو سویچ دستگاه. اینجا پیلوتمون هست که در واقع اینجا که مشعل داره، میله یون هست، جرقه زن هست، شیر گازمون هست. در واقع این لامپ که روشن شه یعنی شیر گاز فعال شده و ما همون لحظه شیر گاز رو دستی باز میکنیم. درخت استیم ایران رادیاتور رو در آوردن. درخت استیم بوتان دسته بندی شده توی این حال توی این دسته و درخت استیم دستگاهی مثل پرلا و پارما هم بین اینها قرار گرفته که با برچسب من مشخصشون کردم، مثلا مثل این فلو سویچ و غیره. بریم سراغ تست اصلی. روشن میکنیمش. حالا دستگاه رو شوفاژ زمستون است. فن رو دستور داد. چراغ فن هست. پرشر فن رو وصل میکن. خب خاموش. پرشر فن قطع میکنیم. روشن شد. پرشر فن رو وصل میکن. چون این رادیاتور دو بار شیر گاز رو میگه باز میکنیم. خب شعله رو تشخیص داد که این لامپ روشن بود و روی مدار هم روشن بود لامپ شعله برد و الان داره مدارمون به درستی کار میکنه. حالا ما برای اینکه تست کنیم اون یکی لامپ هم که در واقع این یه سمت برق شیر موتوریه و اون یه سمت دیگه است، یعنی جهت بالا و پایینش رو من قرار دادم لامپ. اگر که الان من فلو سویچ رو فعال کنم، درخواست آب مصرفی کنم، برق از حالت 1 به 2 به 2 به 3 تغییر میکنه و این لامپ روشن میشه. امتحان میکنیم. در واقع الان آب گرم داریم و شوفاژ موقتا قطع شد. آب رو مصرف کردیم، آب رو میبندیم، دوباره افتاد روی شوفاژ و مدارمون داره به درستی کار خودش رو انجام میده. یک بار دیگه گاز رو قطع میکنم. از کجا رفت گاز رو وصل میکنم و شروع به کار میکنم. این دستگاه مثل یه پکیج کامل میمونه. الان در واقع فقط آب گرم نمیده ولی کل فرایند مرحله دستگاه رو چک میکنه و میتونه بردای دستگاه مختلف رو تست بکنه. دستگاهایی که تو بازار رایجه مثل پارما، پرلا، اپتیما، کالا ونزیا، ام ال ایران رادیاتور
و غیره. که این برد برهمای ام هستش، ما داریم باهاش این دستگاه رو تست میگیریم. حالا من این پیلوت رو فوت میکنم ببینیم چه اتفاقی. گاز قطع شد، جرق بزن، دوباره شعله تشکیل شد. خیلی جالبه. حالا از اون تخت تست قدیمیه خیلی بهتر بچه‌ها. این یه چیز خیلی بهتریه، هم سیم دستگاه دیگر رو روش داره، هم شیر موتوری اضافه شده، هم جرق زن و تشخیص شعله اضافه شده به این تخته. به این دیگه نمیشه گفت تخته تست، این جعبه تسته. خب من یه بار هم الان این لامپ‌ها رو یه توضیح بدم. این که گفتیم لامپ تست، لامپ نشون دهنده روشن بودن فن، این لامپ نشون دهنده روشن بودن شیر گاز دستگاه است، این لامپ روشن بودن پمپ و این دو تا لامپ هم هر دو سر شیر موتوری رو نشون میده. الان روی این قسمت هست، این در واقع الان شیر موتوری روی حالت آب مصرفیه چون فلو سویچ فعاله. فلو سویچ رو قطع کنم روی شوفاژ افتاد و چراغا ثابت. حالا فلو سویچ رو راه میدادیم، دو تا داره میز آب باز، خاموش میکنیم و تمام. برده خاموش و شیر گازم بست. کار ساخت دستگاه تست بردمون تموم شد و نحوه کار کردن باهاش بهتون توضیح دادم. کلا این دستگاه ها برای هر تعمیرکاری همونطوری گفتم واجبه و میتونه خیلی کمکشون بکنه. امیدوارم که این ویدیو هم مثل ویدیوهای دیگه مفید بوده باشه براتون. اگر که از طریق کانال آپارات یوتیوب من دارین فیلم میبینین، حتما کانال من رو دنبال کنید و چون که ویدیوهای خیلی حجم بالا، خیلی تایم بالا رو من توی اول یوتیوب بعد آپارات آپلود میکنم و آموزش‌های بیشتری رو میتونید توی کانال آپارات و یوتیوب هم ببینید و حتما هم پیج اینستاگرام من رو دنبال کنید. موفق باشین، روز خوش.